واقعا خوشحالم که چهره‌های آشنا رو بازم دارم میبینم. یکی از جدیدترین شعرامو تقدیمتون میکنم، امیدوارم که دوست داشته باشید. به جنگ میروم با خشابی پر از واژه و گلویی فلزی که آماده اولین شلیک است. فردا با چه اسمی بیدار خواهم شد، من از تخت یا دیگری از گور. اولین شلیک بر پیشانی قابی از گذشته که نمیدانم کجای جوانی گمش کردم. لبخندی قرمز از گوشه قاب میچکد، هر طرفش را میگیری به سمت دیگرش سرازیر است. حالا دهان هم ندارد، چشم‌ها از گوشه قاب به دهانی خیره‌اند که باید کسی او را میگرفت، اما آنکه کنارش ایستاده پشت به دوربین محو می شود در پس زمینه‌ای خاکستری. قاب عکسی خالی خیره به زمین، به تکه هایی از گذشته، من به او یا او به من شلیک کرد. کدام اتفاق تیر خلاص بود؟ مرده‌ام آیا؟ مرده است آیا؟ چشم باز می کنم، واژه ها به خشاب برگشتند، تکه ها به قاب. لبخندها لبخند میزنند و من میدانم لبهایم چگونه زیر آن رژ لب قرمز دروغ میگفت وقتی جنگ تکه زیبایش را کند. حالا ایستاده است تصویری تنها روبروی من. کجا دیده بودمش؟ نامش چه بود؟ لبخند میزنم، خودم را معرفی میکنم و به جنگیدن فکر میکنم، به جنگیدن برای دیگر نجنگیدن.